آن نیاز دارید به وسیله این اسما نام‌های نیک الله، صفات بلند و بالا از الله بخواهید، طلب کنید. این بالاترین عبادت است. می‌فرماید ولله الاسماء الحسنى، از آن الله هستند، فقط حق الله هستند نام‌های نیک. فادعوه بها، به وسیله این نام‌های نیک الله را صدا بزنید. خب نام‌های نیک که قاعده کلی این است که کل اسم دال علی صفت کمال عظیم، هر نامی از نام‌های الله دلالت می‌کند بر یک صفتی، اما نه فقط صفت، کمال، صفت کمال و عظیم. این نشانه اسماء الحسنا است که این نام‌های نیک الله است، صفت‌های بلند و بالا است. یعنی اگر صفتی از صفات بیان شد که در آن صفتی در آن نیست، اسمی از اسما بیان شد که در آن صفتی نیست، فقط اسم محض است، صفتی در آن بیان نمی شود، اون اسماء الحسنا نیست، اون لایق الله نیست که به اون الله را صدا بزنید. مثلا عارف، در کتاب و سنت نیامده که اسم الله عارف است. عارف اسم محض است، صفت کمال در آن نیست، صفت عظیمی در آن نهفته نشده. بنابراین این نمیشه الله را بگیم الله عارف، الله عالم. علم یک اسمی است که یک صفت عظیمی در آن نهفته است. عظمتش چی است؟ یعنی محیط بجمیع اشیاء بعلمه، الله به وسیله علم خودش به تمام اشیاء محیط است. فلا يخرج عن علمه مثقال ذره في الارض ولا في السماء، هیچ ذره از علم الله در این عالم کائنات خارج نمیشه. یا عالم علیم هم اسم است هم صفت الله است، رحمان هم اسم است هم صفت الله است، رحیم اسم است صفت الله است. چرا؟ یک صفت بسیار عظیم در آن نهفته است که کمال است، صفت کمال، صفت رحمت، صفت علم، صفت رحمانیت. بنابراین اسماء الحسنا به اون میگوید اسماء الحسنا، نام‌های نیک، که اسمی باشد، نامی باشد، صفت باشد، نه فقط صفت خالی، کمال، صفت کمال باشد، عظیم باشد، صفت کمال، چنان کمال باشد که به عظمت خودش انتها داشته باشد، به اون میگن اسماء الحسنا. اما که صفتی دارد، اسمی است، صفت ندارد، صفت کمال ندارد، اون اسم الله نیست. یا صفت دارد، صفت ناقص دارد است، یا صفت دارد، صفت مدح و ذم در آن وجود دارد. چنان صفتی است که هم مدح در آن است هم ذم در آن است، یعنی هم خوب هم بد، معنی خوب و بد در آن وجود دارد. این صفت الله نیست. بنابراین این که ما میگوییم که خدا، این صفت نام الله نیست. اگر کسی را قسم بدهم به نام خدا که تو را به نام خدا قسم میدهم، این حق ندارد اون مفتی، اون عالم به نام خدا کسی را قسم بدهد، چون خدا نام الله است. الله نام حقیقی اوست که مستجمع لجمیع صفاتی، همه صفات را شامل و کامل است. اما بقیه صفات به نام علیم او را قسم بدهد، به نام والله، بالله، تالله، بالرحمن، بالعظیم، والله العظیم، والله القدیر، به نام قدیر، به صفات دیگر، به کلام الله او را قسم بدهند، صفات الله است. اما این کسی را قسم بدهند که تو به نام خدا قسم بخور، خدا که اسم او نیست. چرا؟ همه نام‌های نیک الله، همه اسمای الله، صفات الله توقیفی هست. توقیفی رو میدن معنیش چیه؟ توقیفی این است که الله خودش بیان میکند که من این نام‌ها را دارم، اینها نام من هستند، اینها صفات من هستند.
یا پیامبرش صلی الله علیه و سلم بگوید که اینها نام الله است، صفات الله است. غیر از الله و رسول هر کسی از پیش خودش یک کلمه زیبایی را ببیند که بسیار معنی خوبی هم دارد، بگوید که من این کلمه را برای الله نامگذاری میکنم، این نام الله است. مثلا بدونیم مثل کسی بگوید عارف، کلمه بسیار زیبایی است. عارف یعنی کسی که میشناسد. خب در کتاب و سنت نیامده که عارف صفت الله است. حنان صفت الله نیست. خدا صفت الله نیست. کلمه عجمی است. مثلا معنیش در فرهنگ لغت اگه بره به اونجا نگاه بکنید خدا معنیش چیه؟ چند تا معنی برش میکنه. خدا خب بازم اشتباه است. اگر خدا را معنی بکنیم یعنی خود به خود آمده است، یعنی چطور خود به خود آمده است؟ یعنی چی؟ خدا اگر بهش بگیم که یعنی صاحب بیت، صاحب خانه، صاحب مملکت، صاحب یک مالک یک چیز، بازم این مالکیت، این ملکیت که در کلمه خدا نهفته است ناقص. چقدر مالکیت دارد، چقدر ملکیت دارد، ناقص است، کامل است. بنابراین نمیتوانیم الله را معادلش خدا قرار بدهیم. خدا کلمه عجمی است، معنیش هم در معنیش اختلاف است. دقیق کسی هم نمیداند که بچه اگر معنیش مشخصا باشد صفت الله نیست، نام الله نیست. الله و رسول برای ما تعیین نکرده است که شما از پیش خودش برای الله نام تعیین بکنید. بنابراین تلاش بکنید همیشه وقتی که نام میبرید الله سبحانه و تعالی، والله من به نام الله شروع میکنم، نه من به نام خدا شروع میکنم. خب اینا که بعضی هم میگوین ملا و آخونده و بعضی علما و بعضی عالم اسما و صفات نیستن، عالم صفات توحیدی نیستن. بنابراین برایشون مهم نیست. حالا به زبان انگلیسی ممکنه خدا یک اسم دیگه هم راه گاد بشه یا چیزی شبیه همین، یا یزدان به نام یزدان. کی گفته که یزدان صفت الله است؟ نام الله است. اینجاست که یزدان، اهریمن و نمیدونم خدا و امثال اینها را به نام الله نیستن، صفات الله نیستن. هیچ وقت به این نام الله را صدا نزنید. به این نام به اون قسم کسی بخورد اون قسم حساب نمیشه. الله رحمان، رحیم، قدیر، عزیز، قهار و امثال این که 99 نام برای الله در کتاب و سنت، بیش از 99 آمده. با این نام الله را یاد کنید، با این اسم الله را نام ببرید، دعا کنید، در بین خودشون حرف زدید، نگویید که به خدا قسم، به الله قسم. این یاد بگیرید، چون نامهای الله توقیفیه. توقیفی به این معنی است که نباید از پیش خودمون برای الله نام تعیین کنیم، اسم تعیین کنیم. اجازه نداریم. چرا اجازه نداریم؟ جلوتر میگم. پس هر اسمی از اسماء الله، هر نامی از نامهای الله باید صفتی در آن باشد. نه فقط صفت کمال، صفتی که بسیار نامی اسمی که برای اون نام گذاری ما حق نداریم که برای الله نام تعیین کنیم. چون میدونید که عظمت الله، شأن الله چقدر بزرگه. ما از کجا بدانیم که این کلمه بیانگر صفات عظیم او هستند؟ نه، ما بشری نمیدانیم. الله سبحانه و تعالی میفرماید ولله الاسماء الحسنى، از آن الله است، ویژه الله است نامهای حسنا نیک. چه زمان نام نیک می شود؟ اسمی باشد دلالت کند بر صفتی، نه فقط بر مطلق صفتی بلکه بر صفتی کمال عظیم، به اون میگن اسماء الحسنا. در این اسماء الحسنا احد شریک نیست.
هیچ مخلوقی، فرشته، انبیای، ولی، مخلوق احد در شریک نیست، فقط اون نام الله است. گفتم مثل الله، رحمان، رحیم، علیم، قدیر، 99 اسم آمده در کتاب سنت. این اسما الله را یاد میکنیم. مشکلات خودمون را، مصیبت در مصیبت افتادیم، مشکل افتادیم، نیاز پیدا کردیم، طبق اون اسم الله را صدا بزنیم. رزق اگر مشکل داره به نام یا رزاق الله را صدا بزنیم. اگر میخواهی که الله بر تو رحم بکند، اللهم اغفر لی وارحمنی، با کلمه رحیم و رحمان او را یاد کنید. برای ما از این اسماء صفات استفاده بکنیم. جلوتر الله سبحانه و تعالی میفرماید وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. نامهای بلند و بالا، نامهایی که دارای صفت بلند و بالا هستند، ذَرُوا الَّذِينَ، رها کنید کسانی که یلحدون فی اسمائه، نامهای نیک را چکار میکنند؟ الحاد میکنند در آن. الحاد یعنی کج روی میکنند، کج میروند. الحاد بمعنی المیل عما جعلت له عن معنی الحقیقیه، اون معنی حقیقی که در اون اسم دارد از اون معنی حقیقیش او را منحرف میکنند، تحریفش میکنند، تعویلش میکنند. الله سبحانه و تعالی اینجا تهدید میکنند، وعید شدید بیان میکنند که ذروا الذین، رها کنید کسانی که یلحدون فی اسمائه، در نامهای الله کج میروند. چطور کج میروند؟ مثلا نمونه شکینه، مشرکین به شفیعان خودش، مشرکین وقتی میخواستن که یک چیزی از الله بخواهند، مستقیم از الله نمیخواستن، یک دنبال شفیع بودن، میرفتن دنبال یک شفیع، مثلا دنبال عیسی علیه السلام، یک پیامبری بوده، دنبال یک پیامبری مثل ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، یا عزیر، یا فرد صالح. این فرد صالح را شفیع خود قرار میدن، واسطه قرار میدن که اگر بخواهیم که الله ما را دوست داشته باشد، گناهان ما را ببخشد، ما نزد الله تقرب پیدا بکنیم، عزیز بشویم، گرامی بشویم، می آمدند یک انسان را، یک مخلوق را، فرشته را، یک اولیاء را واسطه قرار میدادند. یعنی چی؟ برخی از عبادات، یعنی از عبادات توحید الوهیت، نماز و روزه و زکات و حج و نذر و رکوع و دعا، می آمدند برای اون شفیع، برای اون واسطه انجام میدادند که اون واسطه برود پیش الله مشکلات ما را حل کند. یعنی بین خود و بین الله یک شفیع را می آوردند. اون شفیع را با سجده و با رکوع و با قسم و با حرف از به حضور با صدا کردن عبادت می‌کرد که او راضی بشود، نزد الله مقرب است، او راضی بشود برای ما اونجا دعا بکنند، الله حرفش امکان ندارد که رد کنند. این الحاد است. چطور الحاد شد؟ آمدن امین واسطه را به نام اله مسمى گذاری. مثلا چه گفتن؟ افرأیتم اللات و العزی. لات از الله گرفته بود، یعنی در واقع این لات، کلمه لات به زبان عربی بود. انحراف یعنی معنی انحرافی کلمه بود که از الله گرفته بودن اسم اون بزرگ را به نام الله. الله دارد اون شخص لط الصدیق برای حجاج غذا درست میکرد. خب برای حجاج غذا درست میکرد، پذیرایی میکرد، بعد اون که از دنیا رفت، آدم صالح بود، رفت دین خودش، بعد آمدن رفته این را پرستیدن، بزرگ قرار دادن، شفیع قرار دادن، واسطه قرار دادن برای خود، آخر از نام الله یک چیزی برای نام گذاری کردن، گفت لات. این تی مبالغه است، یعنی بسیار خدای بزرگ، اله بزرگ. عزا از عزیز بود، عزیز اسم الله است. آمدن گفتن این خیلی آدم اله قوی است، واسطه قوی است، عزیز یعنی غالب و تواناست. آمدن یک به اصطلاح عجیب پیرزنی، در واقع جنی بود، از
جنیات بود، در یک درخت اونجا مردم را گمراه کرده بود و صدا میزد اونجا، دعای مردم دعا میکردن جوابشون میداد بود. آخر رفته اسم الله را برای گذاشتن، یعنی عزیز عزا عزیز، یعنی عزا از عزیز آمد. خب افرایتم اللات و العزا، منات از منان بود، اسم الله است. ببین آمدن نام الله را شکستن برای یک مخلوق گذاشتن. چرا تصور میکردن که این مخلوق همان صفت را دارد که الله دارد؟ خب این الله سبحانه و تعالی تهدید میکند که ذروا الذین یلحدون فی اسمائه، رها کنید کسانی که نام الله را شکسته میکنند یا نام الله را بر مخلوق نامگذاری میکنند، در حالی که قرآن میگوید ولم در سوره مریم آمده است، الله سبحانه و تعالی میفرماید که من نیست تا امروز کسی نام الله بر او گذاشته شد. هل تعلم له سمیه؟ هل تعلم له سمیه؟ آیا تنو شنیدید که نام الله بر کسی گذاشته شود؟ یک مخلوق شما تنو شنیدید که اسم او الله باشد؟ از آدم تا امروز نیست کسی که بگوید من الله، کسی نمیتواند، اما میتواند الحاد بکند، یک تغییرات توش بیارد، الله را با تغییرات لات، عزیز را با تغییرات عزا، منان را با تغییرات کلمه منان را منات بکند. الله سبحانه و تعالی میفرماید ذروا الذین، اینها را رها کنید، دارند به الله احترامی میکنند، صفات الله را بر مخلوق قائل میشوند. اینها ملحدن، یعنی میان الحاد پیدا میکنند در دین. یکی از این که در دین الحاد پیدا میکنند توحید اسماء و صفات است. اینقدر مهمه. توحید الوهیت را اگر شما قبول بکنید کامل، توحید ربوبیت را کامل اگر شما قبول بکنید، اما در اسماء و صفات آمدید معطله شدید، اسماء و صفات معنیش تعطیل کردید یا معنیش تحریف کردید، تغییر دادید، تشبیه دادید، شما شبیه اون افراد قرار میگیرید که مشرکین مکه برای معبودان خودش از نام الله برای آنها نامگذاری میکرد. ذروا الذین یلحدون، رها کنید کسانی که الحاد پیدا میکنند در نامهای آنها. خب سیجزون ما کانوا یعملون، الله سبحانه و تعالی میگوید من شدیداً آنها مجازات میکنم. پس این یکی از این بود که نامهای الله را بر مخلوق شکسته بگذارید و تصور بکنید که این واسطه، این شفیع مستحق این است که یکی از نامهای الله برای او و یک تغییرات کوچکی بگذارید به عنوان اله بشه، آلهت اسمشون میذاشت. خب یا اینکه معنی اون کلمه صفت الله، اسم الله را تحریف بکنید، تغییر بدید، مثل که استوا را بمانند استولا، صفت الله است. الله برای خودش گفته استوا علی العرش، اون صفت من. علامه الیاس بالله در ادبیات عرب هم داشت که الرحمن استوى علی العرش، چی نیازی بود؟ استوى علی العرش. چرا الله سبحانه و تعالی گفت استوى علی العرش؟ اگر استوا را ما بگیم معنیش اینه که الله بالای همه مخلوقات خودش قرار گرفت، علا ارتفع. خب بگیم نه، این معنی را تو خالی بکنیم، از اون معنای حقیقیش میل الحاد بزنیم و مایل میشیم به سمت تعبیرش همون استولا است، یا مایل میشیم به سوی تعطیلش، کلا معنی از اون کلمه را تعطیل بکنیم. چطور؟ مثلا بگیم که علیم بلا علم، الله علیم است اما علم ندارد، سمیع است میشنود سمع ندارد، قدیر بلا قدرت، تعریف است، تعطیل است. کلا معنی الله را تعطیل کردیم، معنی صفت را تعطیل کردیم، اون اسم را کاملا تعطیل کردیم. علیم بلا علم یعنی چی؟ الله علیم است، صفت علیم، خب ما علم ندارد. سمیع است، میشنود
اما سر ندارد، بصیر اما بصر ندارد. تعبیر است. اینم جزء اون الحاد قرار میگیرد از من. پس معطله کسانی که اسم الله تعطیل میکنند از معنیش، کلا خارج میکنند اون کلمه را از معنیش، به هم میگن معطله، تعطیل کننده. یا تعبیر میکنند مثل که استوا را به معنی استولا، یا ید را به معنی قدرت، یا رضا را به معنی ثواب، یا نزول را به معنی نزول رحمت. هر صفت از صفات فعل الله سبحانه و تعالی بیان شده، یا صفات ذاتی او را یا تعبیر بکنیم، اینم الحاد است. این ملحد میشه که تعبیر قرآن ملحد است. یا صفات را از معنیش کلا خارج بکنیم بدون معنا، میگم مفوضه، تفویض بکنیم، نمیدانیم معنیش مشخصه، بگیم نمیدانیم معنیش. تفویض بکنیم، این تفویض هم الحاد است. یا بگیم که تعطیلش بکنیم که اصلا معنی نداره، این معطله تعطیلش میگن، این هم الحاد است. چه تعطیلش بکنیم از معنیش، چه تغییر بدیم تعبیرش بکنیم، این هم الحاد است. چه اینکه نام الله را بر مخلوق بگذاریم، شکسته لات و منات و عزا، این هم الحاد است. یا اینکه از خودش برای الله نام گذاریم، اون نام بگذاریم، عارف، یا مثلا موجود، وحدت یا وجود، به قول اینا موجود، یا واجب الوجود مثلا، یا علت فاعلین، یا خدا، یا ایزد و امثال اینها هم ملحدن کسانی که برای الله پیش خودش نام تعیین در شامل این آیات سیجزون. الله سبحانه و تعالی میگه شما به من اهانت کردید. یک انسان مخلوق برایش پدر و مادرش طبق صفات او برایش نام میگذارند، درسته؟ مثلا شما بیایید فرض بفرمایید برای یک شخص اسمش زید، اسمش عمره، اسمش ابوبکر، شما بیایید اون شخص را که اسمش برای پدر و مادر گذاشتن، اسم را پدر و مادر گذاشتن، شما بیایید یک اسم دیگری برایش بگذارید که اسم ناخوشایند است. اگر اون شخص راضی میشود از این اسم، بگاه اسم فلانیه، ببخشید چرا من با اسم صدا زدی، چقدر ناراحت میشم، مگه اسمم اینه؟ اینجاست که الله میگه انسانها نمیپذیرند که اسمی برای اون پدر و مادر تعیین کرده، اسم محترمی، شما بیایید یک اسمی از پیش خودتان برای اون تعیین بکنید و اسم ناخوشایندی، چقدر انسان ناراحت میشه. الله میگه من برای خودم اسم تعیین کردم، صفت تعیین کردم، شما برای من اسم تعیین نکنید، شما برای من صفت تعیین نکنید. صفات اسماء توقیفی بر گفته الله و رسول منحصرا متوقفا. اینجا است که از این بعد کلمه خدا را اسم الله نیست، صفت الله نیست، ایزد نیست. ایزد اینا زرتشتی‌ها برای الله اسم گذاشتن، این در کتاب سنت نیامده. خب وقت به پایان رسید. اینجاست که امام ابو حنیفه رحمه الله، این نکته را یادآوری بکنم، امام ابو حنیفه رحمه الله می‌فرماید همه صفات الله، همه اسماء و صفات الله نثبته کما اثبت لنفسه، کما اثبته رسوله، اما گونه که رسول او برای او ثابت کرده است. نؤمن به او ایمان می‌آوریم ما در فقه اکبر بلا کیف، کیفیتش نه، معنیش هم می‌دانیم، از معنیش انکار نمی‌کنیم، معنیش تغییر نمی‌دهیم، معنیش تحریف نمی‌کنیم و معنیش تعطیل هم نمی‌کنیم. تشبیه با مخلوق نمیدهیم که اسم الله با اسم فلان مخلوق مشابه دارد یا ذاتی. چیکار میکنیم؟ ایمان داریم به اون معنیش بلا کیفیتش نمیدونیم. والله کیفیتش نمیدونیم. پس نه ما مشابه شدیم، نه مجسمه شدیم، نه معطله شدیم. امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید هذا عقیده اهل السنه والجماعه. عقیده اهل السنه والجماعه این است که امام اوزاعی میفرماید که صحابه و تابعین فراوان بودند عقیده ما این بود. عبدالله بن مبارک رضی الله تعالی عنه میگه فراوان بودند عقیده ما این بود که صفات الله را معنیش میدانیم،
معنیش برای ما مشخصه، کیفیتش نمیدونم. این عقیده اهل سنت و جماعت. پس بر اساس گفته امام ابو حنیفه رحمه الله که هر کس صفات الله تغییر بدهد، تحریف بکنه، تفویض بکنه، اون اهل سنت و جماعت نیست. ولو که اسم خودش ماتوریدی بگذارد، اسمش اشعری بگذارد، معتزله بگذارد، جهمیه بگذارد، هر کسی باشد، طبق تعریف امام ابو حنیفه رحمه الله اون شخص اهل سنت و جماعت نیست. اینو من نمیگم، از پیش خودم نمیگم. برید فقه اکبر رو نگاه کنید. فقه اکبر شرش هم نگاه کنید که علامه مولانا قاری رحمه الله برای شرح زده. همه سلف صالح عقیده‌اش این بودن که اهل سنت و جماعت، اسم امام مالک هم میگیرد، امام شافعی، امام احمد، همه ائمه حدیث اسمش تک تک میارن. بعد میگوید که مخالف اینها مشبهان، مجسمان، معطلان. هر کسی مخالف این عقیده باشد اون اهل سنت نیست. الان اسمش ماتوریدی هم باشد، خب باشد، ولی ماتوریدی است، اهل سنت و جماعت نیست. مگر در بخشی از اون قسمت با اهل سنت اشتراک داره، بگیم اون قسمتش با اهل سنت موافقت دارد. اما اهل سنت کامل کسی است که صفات الله، اسماء الله، معانیش مشخصه برای کیفیت میگه تفویض میکنه، میگه والله اعلم کیفیتش نمیدونم، چه افعال ذاتیه چه افعال فعلیه. مخالف این طبق فتوای امام ابو حنیفه رحمه الله در فقه اکبر، در کتاب شرح عقیده الطحاویه، در خود عقیده الطحاویه، اون اهل سنت نیست. برود عقیده امام خودش بداند که امام ابو حنیفه رحمه الله با اهل سنت و جماعت بوده، با اهل حدیث بوده، با سلف صالح بوده. و این دلیل معتبر ما این دو تا کتاب معتبر. از پسرش حماد روایت شده، از شاگرد ارشدش ابوطی بلخی روایت شده، بعد از یکی از پیروان ارشد و صحیح و قوی که از ائمه حدیث بوده که امام ابو جعفر طحاوی کتاب عقیده الطحاوی را نوشته که این عقیده امام است. شما ببینید که این کتاب شرح عقاید نسبی هیچ تناسبی، هیچ از حضور همخوانی با این دو تا کتاب مایس مردم ندارد. بنابراین در حوزه علمیه دوستان که تدریس میکنند توصیه من این است بیاین شرح عقیده الطحاوی را دست بدهید. شرح عقیده طحاوی را با شرحش که الله بن عز الحنفی را بشته، اونم حنفی بوده. اونجا نگاه میکنید ببینید که چطور اسماء و صفات بیان شده. برید فقه اکبر را بخوانید که فقه اکبر صفات اسماء و صفات امام ابو حنیفه بر چگونه تعریف کرد. چرا اینا رو نمیخوانید؟ مگه امام ابو حنیفه عالم عقیده نبوده؟ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.